چجوری میتونیم نحوه تعامل کارمندامون توی سازمان رو بررسی کنیم؟ توی این ویدیو با من همراه باش. درود، من رهگذر هستم. توی این ویدیو میخوام درباره رفتار سازمانی صحبت کنم. رفتار سازمانی نحوه تعامل افراد توی گروه‌ها رو به صورت علمی و آکادمیک بررسی میکنه و هدفش هم اینه که مدیریت و فعالیت‌های تجاری رو کارآمدتر کنه. مطالعه رفتار سازمانی حوزه‌های تحقیقاتی گسترده‌ای رو شامل میشه، مثل بهبود عملکرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، افزایش نوآوری توی کار یا توی سازمان یا بهبود فعالیت‌های رهبری. برای هر کدوم از این حوزه‌ها میتونیم اقدامات خاصی رو انجام بدیم، مثل سازماندهی مجدد گروه‌ها یا بهبود فرآیندهایی که برای جبران خسارت در نظر گرفته بودیم یا اون شاخص‌های عملکردی رو که داشتیم رو اصلاح کنیم. خب حالا ببینیم این مطالعه رفتار سازمانی از کجا اومده. برای اولین بار توی سال 1920 شرکت وستر الکتریک توی کارخونه هاسورنش یه سری مطالعه انجام داد. اصل این مطالعه این بود که بیان بررسی کنن، ببینن تغییرات فیزیکی مثل تغییر دادن نور محیط یا از این دستکارا چه تأثیر روی عملکرد کارمندا داره. برخلاف تصورشون متوجه شدن عوامل اجتماعی مثل تعاملاتی که کارمندا با همدیگه دارن یا اینکه احساس کنن مدیرشون از اونها راضیه با پرداخت حالا یک جایزه‌ای به اونها یا یک تشکری از اونها، تأثیر بیشتری داره نسبت به عوامل محیطی. از دل این مطالعه یک اثری به وجود اومد تحت عنوان اثر هاسورن، چون توی کارخونه هاسورن صورت گرفته بود به همون اسم هم نامگذاریش کردن. این اثر میگه که افرادی که روشون مطالعه انجام میدیم و اطلاع دارن و میدونن که داریم مطالعه رو انجام میدیم، رفتار خودشون رو اصلاح میکنن، نه به این خاطر که تغییراتی ایجاد شده، به این خاطر که میدونن دارن مطالعه میشن. واسه همین توی مطالعاتی که در مورد رفتار سازمانی داریم باید دقت کنیم که این اثر هاسورن روی کارمندهای ما و روی نتایجی که به دست آوردن تاثیرگذار بوده یا نه. اگر تاثیرگذار بوده چقدر بوده این تاثیره. و این چیزی که به عنوان اثر هاسورن نامگذاریش کردیم در واقع پایه و اساس مطالعات منابع انسانی هست که ما امروز داریم. خب حالا باید بیام سراغ این موضوع که این روش‌های مطالعه رفتار سازمانی رو کجا میتونیم یاد بگیریم. توی مراکز آموزش کسب و کار و روانشناسی مثل مراکزی که دانشگاه تهران داره این دوره‌ها برگزار میشن و معمولاً هم از علوم مردم شناسی، مردم نگاری و رهبری مشتق میشن. این دوره‌ها موضوعات خاصی مثل شناخت، یادگیری، انگیزه، مذاکره و دوره‌های گسترده‌تری مثل سیستم‌های اجتماعی، پویایی تغییرات، بازارها، تأثیر جنبش‌های اجتماعی روی بازار و روی شرکت‌ها رو شامل میشن. روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری داده‌ها توی مطالعات رفتار سازمانی وجود داره که معمول‌ترین این روش‌ها استفاده از پرسشنامه است. این پرسشنامه‌ها یک سری سوالات رو معمولاً در طیف لیکرت، یعنی اینکه از این دست سوالایی که میگن که با چقدر با این گزاره موافقی از 1 تا 5 نمره بدی رو شامل میشن و هدفشون هم اینه که داده‌هایی رو در مورد ادراکات، رفتارها و نگرش افراد در مورد یک موضوع خاصی رو جمع کنه. بعضی موقع پیش میاد که شرکت‌ها از مصاحبه برای به دست آوردن این داده‌ها استفاده میکنن. زمانایی هم وجود داره که شرکت‌ها میان فقط افراد رو از دور توی دنیای واقعی تحت نظر میگیرن و اطلاعات رو به دست میارن، یا حتی پیش میاد که داده‌های از قبل وجود نداره. خود شرکت‌ها توی یک آزمایش‌هایی میان یک سری متغیرها رو تغییر میدن، بعد ببینن رفتار افراد نسبت به اون تغییر چجوریه و اون رو مطالعه میکنن. رفتار سازمانی یکی از جنبه‌های مهم منابع انسانیه. از اونجایی که هر فردی احتمالاً روش خاص خودش رو برای انجام کارا داره، شناخت این که افراد چجوری و بر چه اساسی روش رو انجام میدن توی انتخاب، استخدام و نگه داشتن کارمندامون میتونه خیلی به ما کمک کنه. توی بخش منابع انسانی قسمت‌هایی وجود داره که مطالعه رفتار سازمانی خیلی میتونه کمک کنه. اولین مورد در مورد استخدام. هر جایگاه شغلی به مهارت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های متفاوتی نیاز داره. از اطلاعاتی که توی مطالعه رفتار سازمانی به دست میاریم میتونیم برای تعریف جایگاه شغلی، ویژگی‌های مورد نیاز هر جایگاه و روش‌هایی برای ارزیابی متقاضیان اون جایگاه شغلی استفاده کنیم. مورد بعدی آموزشه. از مطالعه رفتار سازمانی میتونیم برای طراحی و ارائه روش‌هایی برای آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنانمون استفاده کنیم. این برنامه‌ها میتونه روی ارتباطات، رهبری، کار گروهی و تفاوت‌ها و فرصت‌های برابر تمرکز کنه. علاوه بر اینایی که گفتیم،
رفتار سازمانی میتونه در مورد تعامل و نحوه برخورد افراد با آموزش هایی که به اونها داده میشه هم استفاده بشه. مورد بعد مدیریت اجرایی. مطالعه رفتار سازمانی میتونه برای توسعه سیستم‌های عملکردی استفاده بشه که هدفشون همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان. این سیستم‌ها اغلب شامل معیارهای عملکرد، مکانیزم‌های بازخورد و سیستم‌های ارزیابی عملکرد. واسه همین یه شرکت میتونه از مطالعه رفتار سازمانی ببینه که چقدر کارکناش در زمینه عملکرد و رسیدن به اون هدف‌ها همسو هستن. مورد بعد تعهد شغلی. یکی از کاربردهای دیگه‌ای که مطالعه رفتار سازمانی داره اینه که استراتژی‌هایی رو ایجاد کنیم که به بهبود انگیزه و مشارکت کارکنانمون کمک کنه. این استراتژی‌ها میتونه شامل شناسایی افراد با انگیزه و فعال توی سازمان باشه و ارائه پاداش به اونها. زمان که بحث انگیزه و پاداش میشه خیلی‌ها انگیزه‌ها و مشوق‌های مالی توی نظرشون میاد، ولی مطالعه رفتار سازمانی سعی داره مشوق‌های دیگه‌ای رو پیدا کنه که با سایر علایق کارمند در ارتباط. و مورد آخر فرهنگ سازمانی. از تحقیقات رفتار سازمانی میتونیم برای توسعه و حفظ فرهنگ سازمانی مثبت استفاده کنیم. توی این مورد لازم به استراتژی‌های فکر کنیم که به رفاه کارمندا، اعتماد و چشمانداز مشترک توجه داره. از اونجایی که گفتیم هر فردی ممکنه روش خاص خودش رو برای انجام کارها داشته باشه، نقش فرهنگ سازمانی در انسجام، ترکیب شخصیت‌ها و همسو کردن افراد با هدف سازمانی پررنگ‌تر میشه. مورد بعدی که در مورد رفتار سازمانی باید بررسی کنیم، تفاوت رفتار سازمانی با نظریه سازمانی است. در ظاهر این دو رشته یکی به نظر میرسن، ولی با هم تفاوت‌هایی رو دارن. رفتار سازمانی در واقع به درک و بهبود رفتار و تعاملات افراد توی سازمان توجه داره، در حالی که نظریه سازمانی به دنبال توسعه و آزمایش نظریه هایی هست که به نحوه عملکرد سازمان ها و نحوه ساختاردهی مؤثر به اونها توجه میکنه. هدف نظریه سازمانی درک ساختار و نحوه عملکرد سازمان هاست و واسه همین توی این زمینه هم از علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و جامعه شناسی بهره میبره. به صورت کلی میتونیم بگیم که رفتار سازمانی در واقع زیر مجموعی از نظریه سازمانی. مطالعه هر دو تا رشته خیلی میتونه کمک کنه، اما به صورت کلی‌تر نظریه سازمانی گسترده تره و روی افراد تمرکزی نمیکنه. یافته‌های تحقیقات سازمانی به مدیرا کمک میکنه که فرهنگ سازمانی رو راحت‌تر درک کنن و ببینن که این فرهنگ چجوری روی بهبود بهره‌وری و حفظ کارمندا تاثیر میذاره و همچنین بتونن توی ارزیابی مهارت‌ها و شخصیت‌های متقاضی کار هم استفاده کنن. در نهایت توی مطالعه رفتار سازمانی ممکنه به نظریه‌هایی برسیم که به ارزیابی و مدیریت واقعی گروه‌ها کمک میکنه. این نظریه‌ها مؤلفه‌هایی هم دارن، مثل شخصیت افراد که نقش بسزایی در تعاملات فرد داره. شناخت شخصیت فرد از طریق مصاحبه و آزمون‌های استخدامی خیلی کمک میکنه که بدونیم این شخص مناسب سازمان ما هست یا نه. مؤلفه دوم رهبری هست توی سازمان که یک موضوع بسیار گسترده است. رهبری میتونه متمرکز یا غیر متمرکز باشه. رهبری میتونه اقتدارگرا باشه. بعضی از افراد به واسطه قرار گرفتن توی یک موقعیتی که قدرت دارن به نوعی ممکنه رفتاری رو از خودشون بروز بدن. واسه همین مطالعه رفتار سازمانی در خصوص رهبری سازمان خیلی میتونه کمک کنه. در مؤلفه آخر اینه که بدونیم قدرت، اقتدار و سیاست توی محل کار با هم در ارتباطن. این که بدونیم در چه جایگاهی و چه زمانی از کدوم یک از اینها باید استفاده کنیم یا چه ترکیبی از اینها میتونه توی مطالعه رفتار سازمانی مشخص بشه. به عنوان سخن پایانی، رفتار سازمانی مطالعه رفتار واقعی افراد توی یک سازمانه. این مطالعه شامل تعامل افراد با یکدیگر و تعاملشون با خود سازمان میشه. در واقع با اینکه رفتار سازمانی بخشی از منابع انسانیه، ولی اینقدر اهمیت داره که واسه خودش بخش اختصاصی داشته باشه. خب من سعی کردم به صورت خلاصه اون چیزی که در مورد مطالعه رفتار سازمانی لازم هست رو بگم. باز مثل همیشه خوشحال میشم اگر نظری دارید توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید.